دامیار هستم با لایو کنسرت جدید در خدمت شما. میخوایم بریم بازم ماکامند رو ببینیم این سری با سیروان و زانیار، چون که خیلی داستان‌ها داشتین کنسرت‌های اخیر سیروان و کلا سیروان و زانیار هر دوشون دعوایین. بریم قسمت جدید رو ببینیم. امیدوارم که دوست داشته باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. لیتس گو. آقا اول تنها نظر لایو کنسرت که خود سیروان گذاشته رو بذار ببینیم. من مثلا ولوم زیاد کنم. بعدم میریم سراغ باقی ویدیوهایی که پیدا کردم این دو نفر و اون داستانهای دعواییشون. لایوهایی که همیشه سیروان میذاره که معرکن، یعنی کلا لایوهایی که خودش میذاره و قبلا هم اصلا تنها بهشون ریاکشن میرفتیم، ولی الان که لایو کنسرت اومد دیگه همش با هم میذاریم. اوکی. چقدر خوب زانیار شروع کرد و چقدر سیروان بود. خیلی خوب زانیار شروع کرد. اصلا پشم ریزون بود آقا. ایول. دزدیدی از من از تو دارم تنهایی. به خیلی خوب تر از چیزی که از زانیار کلن شنیدیم داره میخونه. خیلی خوبه. پروازو دیدی بالو پرت رفت خاطره هامون از خاطرت رفت. آقا یه چیزی بگم، من کنسرت سیروان تا حالا قسمت نشده برم، ولی از دوستانی که کنسرت سیروان و زانیار رو نمیدونم سیروان رو رفتن همه گفتن فوق العاده است و اگر شما هم رفتید تو کامنت حتما راجع به کنسرت سیروان بنویسید. ولی چیزی که من میدونم اسم میکنم کنسرت سیروان یکی از خفنای ایرانه. گفتم سیروان چیز الکی رو تو پیجش پخش نمیکنه. اول تنها ازش دوباره بشنویم. خیلی خوبه. دیگه بهتون گفتم یه بار که واسه لایو کنسرت سیروان و زانیار گذاشتم گفتم که پروسس خیلی میشه روی صداشون بعد که از لایو میاد بیرون، ولی بازم لایو و اینکه خیلی خیلی واقعا این لایو کرده یکی از خفنای کلیدی. تو این خونه رو وقتی نیستی واسه کی بخونم. امیدوارم کپی نزنه به ما سیروان، چون هر سری من ازش ریاکشن رفتم لامصب رحم نکرده به ویدیو، ولی ریسکشو کردم. تیکه آخرشو گوش میدیم. خواستم اینو بگم که کامل نمیذارمش به خاطر همون مشکل. تو نباشی واسه چی بمونم. دیگه بقیه‌اش نمیتونم بذارم به همین دلیلی که بهتون گفتم، ولی خیلی خفن بود. یعنی بهتون بگم فوق العاده خفن بود. با دقت گوش بدید هرس میخورید. چی شده مگه؟ چی شده میکروفونش نیست؟ این همون کنسرت خدایی بهش میخوره. حقیقت عصبی باشه واقعا بهش میخوره. فکر کنید یه بچه آمده میگه که سیروان میمد حالا مهم چیش گفت که فلان چیز از کار افتاده و منفجر شد. تو اوکی؟ آره خیلی اوکی. میگم اوکی نباشم چیکار کنم؟ برای چی رو من واقعا میگه اوکی نباشم چیکار کنم؟ رها کن اشکال نداره. و همیشه اسم میکنم سیروان از آدمای عصبی که نمیشه گفت، از آدمایی که قفلی بزنه و گیر کنه مخصوصا وسط کار تو مخی ها. اوکی. دقیقا من حالا همین دوستم که میگم رفته بود کنسرتش خودش همینجوری فیلم گرفته بود. من اونجا تو گوشیش اتفاقا می‌خواستم فیلماشو بیارم نشد.
همینجور تو گوشیش داشتم دقیقا این فیلم ها رو نگاه میکردم که مثلا هم میگم دقیقا این فیلم ها رو داشتم نگاه میکردم، دقیقا لایوش همون چیزی بود که توی مثلا ترکاش داشتیم میشنیدیم. حالا بعد ما ویدیو وسط آوردم که مثلا میگه بده، ولی خب حالا خودم شخصا دیدم لایو تو گوشه دوستم که رفته بوده. با آخرش رسید. اوکی اینجا اصلا کلا زیاد ترک سختی نیست، واسه وکال دارم میگم ها. دلم هنوز اون روزا رو میخواد. در آورد به نظر من کامل دقیقاً در آورد. اگه خود ترک اصل گوش داده باشین دقیقاً در آورد. فهمیدم که عشق یعنی نرسیدم. همیشه چه هر دفعه که چی؟ هر دفعه که بیل فروشه کنسرت من قبلش استرس دارم که آقا این نفر رو دیگه من زرتش غمسور شد. این دفعه دیگه زرتم غمسور میشه، ولی هر دفعه آقای تنبور میگم تایپانده برام میگه نه آقا دفعه دوباره میگه هر دفعه که میخوام کنسرت رو بفروشم حس میکنم که فروش نمیره، مثلا زرتش غمسور شده دیگه نمیدونم چی میشه، ولی منظورش که مثلا استرس دارم که فروش نره، مثلا استرس دارم که این دفعه مردم ولی سیروان فکر نکنم حالا از چش مردم بیفته. همیشه است، ولی من هر دفعه میخوام بهتون میگم شوکه میشم برام همیشه اصلا نمیمونه بلیت سیروان هیچ وقت نمیمونه برام واقعا هنوز عادی هیچ وقت اصلا عادی که نمیشه. دمتون گرم. امیدوارم که قطعا که من امیدوارم که همیشه اینجوری باشه. چه حس خوبی ها، چه حس خوبی ها. بعد از این همه سال مردم خسته نمیشن آماسا ازش. من چون سیروان و دانیار داداشان یه جایی رو با هم خوندن کل ویدیو رو ریختم یه جا واسهتون پلی کنم، جدا نگم خواننده ها رو همه‌شون میخوام با هم بذارم، یکی واسه سیروان یکی دانیار. کسی از سیروان خونده خیلی بهتر خونده دانیار، اینجا یکم داستان داره ترکه. چی بگم؟ این ترکی کدوم ترکه زانیار گیالت رپ داره انگار، اصلا من تا حالا گوش ندادم. که دیگه نمیتونم بی تو عمرم یه لحظه زنده باشم آره مردم پس بکنم تا آخر این آهنگ اصلا نگوشش ندارم، یاد ترکی افتادم که میگه قسم تو من دلم و قسم تو تفره نرو، کسی که زانیار شناس باشه میدونی این آهنگ مال کیه. خب چی گفتم؟ اون اشتباه گفتم و گفتم به کنترل صداش خیلی خوب بود اینجا. یکی از داداشای خوبن واقعا، جفت خوبن چون دوتاشون هم واقعا خفنن. الان دکاموند هم داره دیگه زانیار، من دکاموند هم خیلی دوست دارم، خیلی یکم سلیقه‌ای توی اسمش بچه‌هام دقیقاً نمیدونم، داداش روحامو نمیگم اون صداش خاص‌تره. اون دوتا دوستمون که میخونه از این سه نفر خیلی صداشون نزدیکه، من دوست داشتم حالا یه دو نفر باشن یکم صداشون متفاوت باشه، نه که اون دو نفر میخوان فکر کنی یه نفر خونده. عیبی که از دکامون من میبینم همین خیلی نزدیکه من.
اوه همین گفتنش هم سخته. اینی که الان گفت چی که بخوام دارم. بخون یکم اینو ببینم تو لبس چجوریه. اوکی. ولی اقبال تو بلیت فروشی که سیروان میخوره که اصلا خیلی خواننده ایران نمیخورن حالا نسبت به زانیار، ولی کلا سیروان عجیب غریب میفروشه بلیطا رو. ولی خب خدایی ترکای سیروان هم همیشگی تره، یعنی مثلا تا آهنگایی که مثلا هنوزم ترکای آلبومای اول سیروان که گوش میدم واقعا دوست داری هنوز گوش بدی. کم خواننده داریم اینجوری باشه. وای این ترک خداست. چرا همش این قسمت شد سیروان زانیار، ولی این ترک واقعا حرف نه، اوجش بود واقعا. خب حالا برید کلیپایی که پخش شده که میگن فالش خونی یا ضعیف خونی و دعوا رو داشته باشیم. مثلا مشکل اینه که اینجا اصلا نگرفته، خود سیروان هم متوجه شده اینجا اصلا نگرفته گامو، یه جا دیگه داره میخونه. اینجا که کیفیتش خیلی پایین‌تره اون چیزه، ولی اینجا حداقل گام درسته. توی تیکه قبلی که دیدیم مثلا گامو کلا نگرفته. صداش نگاه سرماخورده است. مطمئنم اینجا صدا سرماخورده است، چون این صدا اصلا صدای سیروان نیست. عجیبه. قشنگ صدا سرماخورده است. قشنگ مشخصه. قشنگ صدا واقعا سرماخورده بود. همیشه این داستان اصلا سیروان داشته. یادم یه ویدیو خیلی فکر کنم نزدیک یه سال پیش درست کردم واسهتون که اون قضیه کنسرت اهوازش که بعدش هم دیگه اصلا کنسرت برگزار نشد تو اهواز. این وقتی دوستان انتظامات اینجا راه میرید من میبینمتون، لیزرتون هم میبینم. چیه اصلا حراست کنسرت چیه؟ یه ذره اگه آدم فکر بکنه میدونه که وسط اجرا اول کنسرت وسط هر آهنگ نمیشه لیزر بندازی. کله‌شون تو این داستان خرابه. همیشه بس دارم. چی میبینی که میای اینجا؟ این هم از سواله. از اون تف چی میبینی اینجا؟ یا قضیه زانیار هم دقیقا همین شده تای کنسرتاش. خب یه قسمت از همون کنسرت زانیار. همون نگرفتن است. اینجا هم حتی زانیار موزیک رو نگرفته، این کل موزیک رو نگرفته. میدونید چی میگم؟ کل گام رو نگرفته. آها این ویدیویی که اومد از زانیار من نپسندیدم حقیقتا. کار اشتباهی بود. واسه توی کنسرت مثلا توی تئاتر، توی کنسرت، توی سینما بخوای سر و صدا بکنی، حالا که مثلا حالا سینما باز پخش یه چیز ضبط شده است، ولی تئاتر کنسرت یه چیزه که لایو سر صدای عجیب غریب بکنی که خواننده بخواد تمرکزش از بین بره، کار درستی نیست. ولی اینجوری برخورد کرده زانیار من نپسندیدم. این قسمت همش کلا صدای خنده داره میاد. اتفاقی اگه افتاده بگیم من بعدا واقعا انگار یکی برای یکی جوک تعریف میکنه. اگه نمیخوایم بخونیم نمیخونیم. تشویق ندارم، مردم یاد گرفتن حالا هر چی میشه تشویق کنن، کاری ندارم. به نظر کلیت موضوع رو میگم اشتباهه. یادت باید سر قضیه گرشام همین اتفاق افتاد، مردم باز تشویق چی؟ دست و خنده چی؟ خب بذار اصلا حرف زده بشه، مثلا تحلیل کنی که چرا. عروسی که نیومدین خیار پوست بکنین جوک تعریف کنین یکی هم داره میخونه. که وقتی شروع میکنیم خوندن لطفاً احترام بذارین، هم به ما هم به خودتون هم به بغلیاتون. من به سلیقه شما بگید تحلیلتون یا برداشتتون چه. من سلیقه نپسندیدم این رفتار رو. درگیری زانیار، این درگیر کنسرت ارومیه با نماینده اماکن، این فکر کنم نماینده اماکن نبوده. این داستانی بوده که اونجا که من شنیدم مثلا اینکه تهیه کننده اون شهر اسمش زانیار نیاورده تو 2 تا سانس کنسرت، کلش قاطی کرده اومده بالا گفته مثلا چرا نگفتی.
بعد گفت میخوام بیام کنسرت کنسل کنم و زانیار هم گفت که اصلا معنی نمیده کنسرت کنسل کردن. اصلا کلا به غیر بند و خواننده و فیلم بردارا کسی حق نداره بیاد روی صحنه وقتی که صحنه مثلا کنسرت در حال اجراست. یه چیزی اینجوری مایک گفت کاش بگی الان. ما کنسرتمون حالا تمام شده بود، حالا که اینجوری شد دوباره 3 تا از آهنگا رو می‌زنیم. اینجا هم بعدش دیگه واسه لج کردن که حالا کنسرتمون تمام شده ولی چون که این اتفاق افتاد 3 تا آهنگا رو می‌ذاریم. میخوام ببینم کی میخواد بیاد کنسل کنه. کله خرابی رو میگم دو تاشون دارم. جایی نشید. همین یه ویو دیگه از این کنسرت، یه ویو دیگه از این دعوا من دیدم، کاش اونم ببینیم. هنوزم ادامه داره دعوا، هنوزم ادامه داره. ببین جلوتر چه اتفاقی. آها چی میگه الان؟ کدوم آهنگو دوست داری دوباره بزنی؟ خوبه دیگه یه کنسرت اضافه شد، اکسترا تایم میشه. بزن باران رو دوست دارین دوباره بزنیم؟ بزن باران. زانیار ولی تو گروه سازی هم خیلی موفقه. اول که خودش بود، بعد ایهامو ساخت، بعد الان هم که دکامونو ساخته. کلا کارش درسته تو این داستان. چه نور سالن هم باش همراهی کرده. ایول. واقعا زد. من فکرم بیخیال شد. ایول. من کار اینجا دوست داشتم ولی برخورد اون ویدیو قبلیش دوست نداشتم. اینجا فکر کنم یه دید دیگه است. یه بالکن بهتره. سیروان می‌ذارید دیگه رو میندازه توی کنسرواتیو که از بالکن بشینی بهتره. چی میگن مردم؟ متوجه نشدم انقدر صدا پیچید. اومده روی استیج میگه کنسرت کنسله. اتفاقا واقعا اکثرا بیشتر تو کنسرت سیروان زانیار میفته. یه حرکت یه بار از فردا دیدم دوست نداشتم که به جایی که این دوستان تذکر بده به مردم تذکر داد، اونم نمیپسندم. یا چیزی که خوبه رو باید گفت خوب، چیزی که گفت بعدم باید گفت بد. یعنی واقعا نیست که بخواید طرفداری الکی از کسی بکنی. خب اینم از این و خوبی‌ها و بدی زانیار و سیروان و جفتش واسهتون گذاشتم. دیگه نظر با شماست. من که به نظرم تا اونجایی که از زانیار و سیروان کنسرت دیدم، مخصوصا سیروان، چیز بد اصلا ندیدم. ولی خب باز این ویدیو هم هست دیگه. نظرتون تو کامنت بنویسید که بریم سراغ ماکامنت. اولین چیزی که میخوام ببینم ویولون آهنگ قفسه. خیلی خوبه. با این همه من عکس تو رو هنوز رو دیوار خونم دارمش. قفس چرا کشیدی برام رو چقدر خوب، چقدر این ترک خوب بود که چقدر الان ویولونش خوبه. بذار از اول دوباره ببینیم. خیلی خوبه. قفس چرا کشیدی برام رو قلبی که تا اینقدر با عشقم به تا خودش تو خداش. من عکس تو رو این سرماخوردگی و زمستون از من نمیکشه بیرون. کاش هواش تابستون بود. خیلی این کار خوب بود. ویولونش چقدر خفنه. به به قشنگ برد بالا اکتابه شد.
یکی از بی‌نظیرترین کارهایی که از ماکان شنیدم و میدونم هم شاید خیلی کم دوباره از این کارا بیاد، چون واقعا عجیب قفس قفن بود. یه چیزی رو میگم، من الان 2 روزه که بدنم عفونت گرفته متاسفانه. سرما خوردم چطور در بزنه به خاطر صدا میگم، به خاطر نمیدونم صدا اگه یه ذره تو دماغیه دیگه بزرگی خودتون ببخشید. اوکی با این سرما زمستون ول می‌کنه. به نظر سال یه چیز آنفولانزا باید بزنه. همین کنسرته. خوب بخونی. یه سبکای صدایی یه بار قبلا هم بهتون گفتم، یه سبکای صدایی مثل صدای امیر، حالا سرما هم بخوره زیاد تغییر آنچنانی نمیکنه، ولی صدایی که زیره یا صدایی که میخواد اوج بخونه مثل روحام اوج سنگین بخونه، این خیلی تاثیر میذاره سرما خوردگی. مثل اون چیزی که بهتون گفتم ویدیویی که از روحام بود که سرما خورده بود. بستانی دلبری تو راستایی و بی‌تعلق. اوکی ایوان خوبه. تو سربازی میخواستم اسمش هم یادم رفت، این سازی چی بود الان داشت میزد، اینو میخواستم یاد بگیرم، بعد اصلا کلا گروه سربازی گروه موزیکش منحل شد دیگه، نتونستیم اونجا وایسیم، رفتیم پست دادیم. حالا یکی اصلا میاد میگه چرا به این لباسه گیر نداری، به نظر من باحاله، به نظر من باحال صورت میاد. سری اول تو بله رو فقط مثلا همینجوری بخونن باحال میشه. فکر کنم تصمیم خوبی هم گرفتم بابتش. یادم بله رو که گوش دادم گفتم شاید زیاد جالب نباشه بود مثلا لایو کنسرت. اوکی نایس. الان ملودیش زیادتر کرد. ایول چه باحال شده موهای رام که بسته، یعنی حالت بافتی که زده. روی تکس ها هنوز روی این تکس ها هنوز هم مشکل دارم، گفتم بهتون. میدونید چرا اینو میگم؟ چون ارزش ادبی، ببین تو میخوای چیز جدید درست کنی واسه تکستش فقط دارم بهت میگم، ارزش ادبی اصلا نداره این سبک تکسی. اینه مشکلم باهاش. آریدم یهو جلو جمعه ایول چقدر امیر هیکلش خوب شد از وسط این دنسی که داشت میرفت رو بله یه ویدیو دیگه افتادم. فکر کنم حلقا 3-4 ساعت رو ورزش میکنه.
نایس. جالب بود. بله جالب بود ولی هنوزم رو حرف هستم. اوه چه غیری میده. یه غیر ریز داشت. چقدر جفتشون هم سیل گذاشتن. جالب که به جفتشون هم اومد ولی به روحام بیشتر مردم باشه. امیر شبیه باباها شد این سیبیلاری که گذاشته بود. روحگاه خیس آبی من دوست دارم خدای. خیلی وقت نشده بودم. خیلی وقت دارم کنسرت نشده بودم. تو تکسانی شایی زنی من واسه توی دارم توی خبر از حال من سر رو بالشت میزنی چرا توی دلت از ببینی حیف خفن ها. قفص بعدش اومد اوکی کاسابات کرد. صدا چجوری برگرد؟ گفتم پلی بک باز نباشه. نه جایی که دور بزنیم همون دور هم بگردیم رفتی و من توی این شهر شروع تنها رفتی و با رفتنت خورد شدم شکست وجودم میتونستیم زندگی کنیم. خیلی وقتی که میبینید نگاه میکنم به مانیتور چون که دارم موزیک رو گوش میدم از توی گوشم دقیق تر گوش میدم تو چشم دیگه درگیر نیم. جایی که دور بزنیم حیف واقعا بی نقص میخونه اصلا همه هیچ چیز گفتنی نداره مثل دوری کرده رو هم حقیقا همین کنسرت جدید است میگم همیشه این بابا شده. ترک رو نگاه کن میدونم آخرشم میمونه پام دلگیریم. اینقدر من واسه شما پارت ماکان درست کردم از روز اول تمام ترکای ماکان رو داره حفظم. من واسه چشمات دل تنگم داره میترسم حال من نیست اصلا دل تنگم داره میترسم شده انگاری حال من نیست اصلا. کاش ویدیو بیشتر داشته باشم از این نمیدونم همینجوری تو کریتوری دانلود کردم گذاشتم تو گوشه ندیدم. کاش ویدیو از این کنسرت بیشتر باشه چون جدیدتر از همه است. اون گرفتن ولاگ کنسرت هم یادم هست. روحم پرسپولیسی هستی یا استقلالی؟ صنعت نفت آبادان بچه اصالتش یاش نمیره. چه جیغ بنفشی. چرا این حرکت آخریه چرا؟ هم پرید امیرا هم بدن دردر داره دیگه. این همون کنسرت بود. دست قشنگ که وسطش واسه اولین بار اینجا اجرا. خب این مهمه که این لایو کنسرت رو حتما ببینیم. بریم برای قشنگ باشیم. خودخواهی ها ولی امیدوارم قشنگترین خاطرات زندگیتون رو با این آهنگ بسازید. با کسی که دوستش دارید. بریم. کجا بری بسازه؟ میگه ندارم میگه برو بساز. گه کجا برو بساز؟ خودمو بری. قشنگ آهنگی که باش مشکل دارم با ضرب میخوام لایوش گوش بدم. البته باز این ضربش خیلی بالاتر از بعد است. چه وقت کنه حفظش کنیدی بنده خدا داره فیلم داره باش میخونه.
عجب. جالبه ولی بازم نسبت ترکایی که مثلا قفس یا این ترکایی که من میگم بهتون نمیگیره تا کنسرت. یکی قشنگ یکی همون بله. نمیتونم که داره گیتار میزنه کلا قرمز سرش جدیده، چون من اینو ندیدم اصلا، فکر کنم ندیدم ایشونو تو لایوا. اونجا توی کلیپ هم هست دقیقا با همین کلا قرمزه. اوکی اینو کامل خوام ببینم. غالب شد به من که داشتم با تمرکز نگاه می‌کردم یه دقیقه هیچی نگفتیم. ولی خب جالب بود واسم. ولی بازم میگم نظرتون دوست دارم بدونم که شما نسبت به این دو تا آهنگی که من اینقدر باش مشکل دارم، نمیدونم چند تا آهنگ که ماکان داده، نظر شما رو بدونم. بی که میشناختی میمونه با قلبی که بی حسه آخر این قصه. تقدیر منم شاید این بوده. تفاوت زیاده الان با لایو قبلی. هر ذره خوابم کرد کلی بیتابم کرد با نبودنات میبابم کرد. با این همه هنوز رو دیوار خونم دارمش. خیلی جالب بود این قسمت از ماکان بند که اون حرفی که ببین سلیقه است و حرفی که خودم مثلا راجع به موزیک زدم قبل اینکه لایوشو بشنویم تو لایوم شنیدم، بازم همون حسو داشتم که اون موقع گفتم. شما هم تو کامنت بهم بگید. و این قسمت از لایو کنسرتمون هم تموم شد. من هر قسمتی که لایو کنسرت میگیرم همون قدری که شما دوست دارید همون قدم خودم عشق میکنم که اینجا میشنم واسهتون ویدیو میگم، چون واقعا واسم جذابه. خیلی دوستتون دارم چون که خیلی خفنید. 2 تا ویدیو اینجا دارم، یکیشو حتما برو ببین و اراده.